سلام محمد هستم. اینجا چنل محمد فارسه. توی اینجا از کاستوم ماشین تا کاستوم دوچرخه رو داریم. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم یادتون نره. این اولین ویدیو این چنل هستش و اولین ویدیو این چنل خرید چیف برای دوچرخه است. بزن بچا خوبید، خوشید، چیکار میکنید؟ ما اومدیم با یک کیف دوچرخه شیمانو 350,000 تومانی. خب بچا از این کیف یه صحنه سینماتیک دیدید و بریم واسه آنباکسینگش. یعنی آنباکسینگ شده است، واسه ببینم هست نیست. این چیپ رو پیج موبین دوچرخه واسه من فرستاده و موبین دوچرخه برام فرستاده و عکس پیجش هم اینجا میاد. حتما برین لایک کنید، حتما برین فالوش کنید. بریم واسه دیدن اجزای و جاهای چیپ. شاید من تصویر نمیدیم ولی ببخشید دستم ها. این زیپش باز میشه و جای گوشی. اول بگم که این چیپ رو من خریدم، یعنی من نخریدم که اسپانسر ما شدن. پیج موبین دوچرخه الانم عکسش تو صفحه میاد. اینو واسه ما هدیه فرستادن به مبلغ 350,000 تومان. اینجا گوشی رو میذارید، اینجا جیب داره مثلا اینکه کارتی چیزی وسایلی بذاری، مربع با دوخت خیلی عالی تو کار. دو تا جیب داره، این طرف و اون طرف. اینجا هم زیپشه، باز میکنی. را باز نکنیم، هم حاضر نریم باز کنیم. این هم جیبشه ضد آب به شرط گارانتی 12 ماهه هم داره. این کیف رو بخری یعنی 12 ماه کلن گارانتی داره، اگه خراب شد ببری و درستش کنم. توی رنگ بندی زرد داره، آبی داره، سیاه داره. من سیاهشو خیلی خوشم اومد با این شب رنگ های نقطه ایش. بریم سوار کنیم به دوچرخه. لیتس گو. خب بچه ها، من درست نمیدونم کار هستم یا نه. این کیف رو اینطوری سه تا از اینا اینجا داره. خب دو تا هم از اینا، سه تا هم از این طرفش. اینو اینطوری این زیپی که داره این باید پایین بود. مشکل داری بینا داریم زحمت میکنیم. اینو میذاری از اینجا، اینی که اینجا هست ببین اینجا این هستا، اینو میاری از اینجا. از اینجا میاری من درست بستن که یاد نگرفتم دیگه. یه بار میبندیم دیگه، شما دیگه زیاد باز نمیشه. بعد میاری از این پایین، این پایینی رو میبندیم. اینطوری اینم سفت میتونی بکنی. فقط یه دونه چیز سنجاق که عکسش رو اینطور میذاره میزنی این گوشه ها که اینطوری نری این ور اون ور. اینا الان من وصل کردم بکنم یکی دو دقیقه طول کشید. بیایم از جلو نشونتون بدم. این رخ کار شد. تو دوچرخه که میشینیم اینجوری گوشی هم میزنیم اینجا، ضد آب ضد خشه. از این زیرم تاچ گوشی کار میکنه، از پایینم اینطوریه دیگه. اینو از اینجا میاری، مثلا فلش اینو روشن کنم. اینو از اینجا میاری اینجا میبری. من اینو گذاشتم تا این سیم قطعی نکنه اینجا. اینو میذاری، بعدن از پایین این دوتا رو میبندی. من که گفتم سنجاق این طرف اون طرف این بزنیم تا اینجا چیپ باشه، تا وقتی وسایل گذاشتین نیافته پایین. شب رنگش هم اینطوری کار میکنه. الان دوربین
الان فلش این گوشی روشنه، میبینین که شب رنگش داره کار میکنه. خوب، من رنگ سیاهش رو خواستم و برام فرستادم. اینم ضد آب بود گفتم. اینم رخ کار روی دوچرخه. بریم یه دونه صحنه سینماتیک از این ببینیم. Let's go. You ain't gotta say my name. You ain't gotta say my name. And you ain't gotta say a thing. Just know that I am here. And you ain't gotta say my name. خب بچه‌ها دیدین از کیف روی دوچرخه و بریم یه ویدیو سینماتیک از کل دوچرخه ببینیم. Let's go. این ویدیو به اتمام رسید و مرسی که تا آخر این ویدیو با منو همراهی کردید. لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب هم یادتون نره. هر چی که تو کامنت های زیر کامنت این ویدیو بنویسین روی این دوچرخه اضافه میکنم. توی یه شورت دیگه هم اون تاچش رو واسه تون میگیرم و تو یوتیوب آپلود میکنم. حتما مرسی که تا آخر ویدیو اومدین. لایک کنید، کامنت، سابسکرایب هم نره. تا ویدیوی دیگر بدرود.